ماجرایی که بعد از گذشت سالها هنوز برای خیلی ها قابل باور نیست و علامت سوالهای زیادی رو توی ذهن نظامیان دنیا گذاشته که ایران چطور تونسته این هیولای رادارگریز رو شکار کنه. یکی از گرون قیمت ترین پهپادهای دنیاست. زمانی که میخواست در یک منطقه پرواز بکنه از خودش هیچ سیگنالی رو بروز نمیداد. ادعاشون این هستش که این پهپاد در لایه‌های پرواز میکنه که معمولا آتش‌های پدافندی بهش نمیرسه. امریکایی‌ها فکر کردن ما باشون شوخی میکنیم که میگیم اگر تجاوز به داخل کشور ما بکنیم این رو ساقط میکنیم. ساعت 3:55 دوباره 2 بار در این مرحله اخطار داده میشه و نهایتا موقعی که میبینن این هواپیما توجه نمیکنه 4 و 5 دقیقه مورد اصابت موشک قرار میگیره. دفاع از ملت ایران خط قرمز ما هست.